سلام دوستان، خسته نباشین، صبحتون بخیر. لطفا خواهش میکنم ازتون گول این افراد سوجو و پولخور رو نخورین. این آقا به اسم انوش مهدی خانی بابت صدور مدرک تحصیلی و فلان این حرفا 6 میلیون پولمو خورد. اولش میگه 2 تومن بریز به حسابم، بعد من کارت انجام میدم. اینم شماره های واتساپ و روبیکای شده، شماره تماساشه. اول یه پولی میگیره ازتون، بعد یه کارتی درست میکنه، حالا نمیدونم چه جوری، عکس و فیلم میفرسته، میگه بقیه پولو بریز من کارتو برسونم دستتون. بعد بقیه پولو که ریختین دوباره میگه بابت حسابتون بلوکه شده و فلان این حرفا. میایه مبلغ هنگفتی مثلا 10 میلیون بریزی تا ما بتونیم کارتو را بندازیم. این هم حرفاییه که تو واتساپ با ما حرف زده و چت کردیم. اینم شماره کارت بانکیشه که پول میریزین. لطفا خواهش میکنم از شما خانم و آقایان، گول این فرد سوجو، گول این افراد سوجو رو نخورین. پولتون رو میگیرن به والله کارتون رو انجام نمیدن. جان من پولمو خورد. اینم پولیه که من کارت خودم زدم به حساب ایشون. 4 میلیون یه بار ازم گرفت، 2 میلیون هم یه بار. خدا وکیلی خواهش میکنم گول نخورین.